نماز را به حقیقت قضا توان کردن، قضای صحبت یاران نمی توان کردن. شاید همین است اندیشه پیرکار استاد ارجمند سابقه دار مهنت عبدالله فقیر از دهه قزل قلعه ناحیه خراسان ولایت ختلان وطن که بعد 50 سال فعالیت کردن باز هم پیوسته با شور و شر روی این راه سوی جهان معنی به صحبت شاگرد به سوی بچه خلق می شتابد، مثل که باز هم می خواهد حرف بیاموزد، ا ب و حساب و کتاب را بفهماند، 1 2 3 با رنگ های طبیعت ذهن شاگرد را رنگ ببخشد، سرخ، سفید، سیاه. یعنی در مجموع استاد رسوم زندگی راستین را ترغیب بنمود و تعلیم داد 50 سال و باز هم دل می تپد در این راه. و اما سوال این است که این همه سوز و این همه ساز چرا؟ با چی رنگه؟ با چی هنگه؟ آموزگاری بسیار کسب خوب است، بسیار کسب خوب است. من همون پدرم که آموزگار بود هوس آموزگاری داشت. بعد همین شوق متمتیک که بیشتر شد معلم متمتیک شدم. از سال 1972 تازه همین مکتب نه، اول مکتب کوینه بود، یک دیگر جاده بود، از همون مکتب سر کردیم. سال 76 این مکتب بنا کردن. من همین قدر سال در همین مکتب کار کردیم به صفت معلم، به صفت دیرکتر مکتب. با اینجا جماعت کارگری معاون رئیس جماعت رو تعیین کردن، 1-2 سال اونجا کار کردیم. با به دیگه مکتب 14 میگن دهه سرمند، 5 سال دیگه اونجا کار کردیم. بعد قربی نفقه آمد با همون مکتبی خودیده با آمده همینجا آموزگار. همین کسب خوبیش همین که هم معاش داد هم تربیه میکنه خود هم آدم. همین سال دراز بچه بغیر از دست با تربیه میکنی. همه همون بچه هایی که تربیه کردیم پس کلان میشن، صاحب وظیفه میشن، عزت و حرمت میکنن معلم. بسیار شاعر گفته است اگر در جهان نبود آموزگار، شود تیره از بیخرد روزگار. همچون خواننده دریا دارم، استاد به ما درس گذاشت. با تقدیر زندگی ما هم کسب رفتیم، دانشجو شدیم، ختم نبودیم، دانشگاه آمدیم، در برای استاد ایستاده درس همچون آموزگار. هم در دوره خوانندگی با استاد کتی کار و فعالیت کردگی هستیم و هم در دوره آموزگاری همچون آموزگار جوان آمده در مؤسسه کار و فعالیت کردیم. چقدر بگیم دست اولی که آموزگاری را با ما همین که چونین استادایی که بزرگی که در مکتب کار و فعالیت میکردند با ما درس گذاشتند و با ما طرز درس گذاری را آموخته بودند. بسیار یک شخصیت خوبی هست. استاد باوری دارم که در عائله خودش در عائله آموزگار تولد شده است. بعد از آن آموزگار همچون خوانده است آموزگار کرده است. عائله‌اش هم آموزگار، همچون عائله شاعر بود. طبیعتاً خودش یک طبیعت آرام داشت. با خوانندگان همچون تعلیم و تربیت آرامانه چون ساده و روشن می‌آموخت و ما از استاد بسیار درس‌های خوب نمونوی از خود کردیم، پیشه کاری خود کردیم. استاد فقیرов عبدالله 49 سال از کار کردگی، 49 سال. من باوری دارم 49 سال با گفتن آسان است، لیکن اگر در کار بگی، کار و فعالیت زندگی در بگی 49 سال حیات رو برای تعلیم و تربیه نسل نو است، برای بوایی رسانیدن شخصانی بزرگ و فرزند خلق. من در استاد گفتم معلم شخصی هست که برای فرزند خودش وقت کم جدا میکنه، لیکن برای فرزند مردم بسیار وقت جدا میکنه. استاد یکی از استادای بهترین همین مؤسسه بود که نام همین مؤسسه به نام پدر استاد حبیب فقیر نامگذاری شده است. میگن میراث پدر خواهی کسب پدر آموز. استاد یکی از همون فرزندانی هستند که همچون میراثبر پدر خود هستند. آموزگار شده کار و فعالیت کردند. 49 سال حیات خود را برای تعلیم و تربیه
نسل‌های نورس دهه ما بخشیده است. خلاصه گپ سهم استاد، سهم همین عائله فقیرفا در جماعت خزرخله بسیار نظررس است. برخورد با تفکر ساده و آزاده و بیگزند بچه واقعا هم کاری دقیق و نجیب است و بسا ریاضت باید کشید که ذهن بچه گل کند و درک معنی آمدن و رفتن را به این درگاه. حتمی است که رنج میکشد آموزگار در این راه، اما این رنج برای استاد عبدالله فقیر گنج بود، خون دل نبود، باغ دل بود. ریاضت کشید اما پیش حل مشکلات شاگرد استوار ماند و همکنون کلید در گنج مقصود به دست آورده و هم آوازه شهرتش مثل که بحر و بر گرفته. در اصل در نظر خواننده دشوار میتونه در اصل، لیکن که وقتی که یک چیره یاد گرفت پای در پی همون کار یا اصیفی 5 سال که ما درس میتیم آموختن گرفت و آسان میشه و خودش بود یک مدل یا نامعلوم یافتن در کار با فقط 2 نامعلوم میشه، با 3 نامعلوم بسیار همه ازاگی میشه. همین با خودش باید موافق همه فرمولا استفاده برده کار کردن میگیره، دشوار نیست. بعد زمانی حاضره کامپیوتر پیدا شده، این اینترنت و خودش با خودآموزی کرده اینترنت میآوه پیشکی حل میکنه، جوابش در اینترنت هست که میبینه با معلم میسنجه. معلم همین مثال چه خیال میشه با حل کرد دادی اگر که همون جوابی وایده برامد ای تو به هر خرسند میشه که معلم ما رو فریب نمیکنه. این خواننده پایانی صرفا نمیره، بالای خواننده که نکو تیاری به امتحان میبینه و همین نازکی‌هاشو میفهمه. باید به ها هم در دفتر باشه، هم در روزنامه باشه، هم در ژورنال موافقت کنه. باید پدر مادر زیرک باشه، میایه میبینه، به های دفترش میبینه، به های روزنامهش میبینه، ژورنال مقایسه میکنه که همین درست مونده یا نادرست. این همین مسئولیت معلم از زیاد میکنه. اگر هم خیلی چی باشه یا زوج تفتیش کنه یا دیگه آدم تفتیش کنه، مسئولیت معلم زیاد میکنه. تفتیش چی دفتر هم دورهای ما 2 دفتر داشتم، فرق نداشت خواننده صنف 11 یا 5 2 دفتر کاری، یک دفتر کار خطی، یک دفتری همون فرموله ها میگفتن و همون خیلی بود. همون چی ها باید در خواننده باشه. روزنامه البته، چون که روزنامه آینه همون طلبه های آینه خواندگیش. شماره طلبه ای میار زیاد شده. مثلا 100 خواننده اگر ختم کنه 200 خواننده صنف 1 میآید. 200 خواننده. انا همین چی ها داشت؟ این در روند تعلیم تاثیر برسوند. البته همین شماره جا نمیشه آخه. همین مکتب برای 680 طلبه های. 2 مینه ده 1200 تا زیادتر طلبه جاگیر میشه. انا کوی طلبه های ممکن همین مکتب 2000 گذشته. 2000 گذشته. و این مجبور جا کردن در که صنف های یک هم 3 ساعت شده درس میتید جواب میتید بود دویم سمین همونجا میگیرن صنف 1 بود 2 رو میارن بود همین جا به جا گذاری همون صنف ها دشوارتر شد. من از اون میفخرم که شاگردی یک نفر چنین یک شخص بزرگ استادا فقیر عبدالله هستم. اولین شخصی که با ما فنی متماتیکا را آموخت این شخص یعنی فقیر عبدالله هستند. چنانه که کمال‌الدین بینایی گفته است حق استاد از پدر بیش است و از پدر استاد در پیش است. من که خود حالا آموزگار هستم، البته این شخص بزرگ، این شخصی که صحنه سخنرانیش چون شخصی با تمکین بودن آموختم و کسب آموزگاری را پیشه کردم. استاد در روزهای اولی به ما فن متماتیکا را آموختن. ما فکر کردیم که بهترین فن در مؤسسه البته فن متماتیکا، چون در امروزه فن ریاضی است و با این فن به نهایت زیاد دل بستم.
هرچند که خود حالا آموزگار فن تاریخ و حقوق هستم، ولی حالا هم از آن علمی که از فن ریاضی گرفتم همیشه استفاده میبرم و به فرزندان خود نیز این فن را می آموزانم. استاد فقیر عبدالله طول سالهای دراز چون استاد همراه ما درس می آموختند و بعدتر وقتی که سال 2001 من به مؤسسه همچون آموزگار آمدم و کار و فعالیت کردم، با استاد یک جایه کار میکردم و بیشتر خصلت‌های دیگر انسانی را در مهلت این سالها نیز از او آموختم و دائما پیشه کار خود فعالیت و کار او و چون در حیات شخص به نهایت با تمکین و در تشکیل عائله شخص توانا است، از آن میفخرم. زندگی ساده دارد بسر استاد تجربه دار عبدالله فقیر و اما فضای خانواده پر از آزادگی و آزاده آهنگی است با حضور اهل بیت و با هستی پرمحتوای مادر خانه، یار قدیم و ازلی، رفیق شفیقش خاله فیضی نیسا. اهل خانواده تأثیر دیدند از حضور قبلگاه خیش، احترام را قایمند در شخصیت یکدیگر. کتاب نور چشم هر کدام است. با این جگرگوشه ها می نازد پدر و برای آلگی فردای روزگار ایشان با هوشدارها اقدامها پیشنهاد می نماید که خوشا به حالش. پدرم در کار بند بود، همین مکتب کار میکرد، دیرکتر مکتب بود. من چند سال با دستی همچون معلم کار کردیم. بعد طرف معلم میرزا مراد نگفتم که میگو که همین را سخت‌تر بین کنی درس داده میتونه نمیتونه. این استود آمدن هیچ خیلی حال مهارت درسی بود دیگه. این استود خوندن تماما دیگه. باید لکچر را گوش میکنی، همون وظیفه پرکتیکیت اجرا میکنی، به همین خلاصی. در اینجا همون دانش در خواننده دادن در کار. یک صنعت دیگه ای درسی و خواننده رو خاموش کردن در کار، خواننده رو تربیه کردن در کار، در خود جلب کردن در کار که خواننده تو رو نگاه کنه و بیرون نه، یک تلفن نه، اون وقت تلفن نه، همین جلب خواننده رو به خودت، یک مهارتی جلب کردن آدم به خوده، یکیش به خوبی، یکیش به گپ سخت‌تر، یکیش پدر خیلی بود یا که دادر خیلی بود یا که اکد نغز میخوند میگویی و فکر میکنه که اکی من نغز میخونده، من باید که همه حرکت کنم. اینجا همه خیلی مکتب یه نازکی بسیار دشوار داره. اگر که همین معلم صرفا به هم نازکی های درسی رو دیگه یکون پرابلم نیست، چون که در اینستیتوت مخصوصا درس میدن که تو برای مکتب عالی نمیشی، تو معلم مکتب عالی نمیشی، تو متنالج در کار نیست، تو مکتب میونه را از خود که اول امیره که از خود کدی تو میتونی درس بدی. بله انا اکو پدر که ایمون دو صاحبه به سحری میومد، نه که ما ای پدرمون رنگی عجل میتن ما رو نزده، یکم تمام نمیزد، نگاه چی نمیکرد، یا نگاه میکرد. اگر اوچا میگو که همی امروز دست تیار نکرد خیلی چی میگو، همی یا به قوام تو نگاه میکرد، میگوتی که شد من بخشش من میکنم. همه خیلی بود. لیکن مادرمون سوادی چی نداشت، همین میدانست نمیدونست اینجا بیشی میگو درس تیار کن. ساعت داشت اما ساعت نگاه درس تیار کردی نوشتگی تو من نشان میدادی میرفتی. بعد شب پدر میومد حسن خطا میدی با آقای همون دفترها رو میدی. اگر حسن خط بیزی باشه میگفت که این دفتر عینه هم میبرداره. نه کار نداشت باید 10 صحیفه نوشتی، چند صحیفه نوشتی، جای کاری داشت خودش، همون کتابخانه داشت، همونجا میگفت که تیار میکن. کوشش میکردی کوشش. نه که ما هیچ وقت طرف پدرمون نگفتیم که ماده خیلی در کار او چی در کار، همه چی به
واسطه مادر میشد. اگر یک چی در کار باشه من نه این چی را ندارم، مادر منو میگه و میگه که آتی عبدالله فلانچش هیچی نداره، این نداره، اون نداره، تشکیل کن و میکرد. پدر اینقدر خصوصیت داشت که در خانه بلنگ هم نمیزد، همین میومد چای میخورد، هممون میشتیم گردی دسترخوان و جای کاری داشت. همون خانه بود جای کاری داشت. وقتی که می در آمد جای کاریش به بچه میگو که خب دم دستایر کنید، اتتان در خلال نرسون. همین خیلی یک خصوصیت ها ما هم یاد گرفتیم. طرز روزگارداری را این کلون شنیدید که دختری همین پدر مادرش بود. آمد همین مادرم به خوبی ایشه بکو، اوشه بکو، تو نکنی بکو، خمیر بکو، چی کو، بپز ایشه کو. خیلی بیزیر می اومد اولاد با آیسته آیسته یاد میگیری. این همین زندگی همین خیلی در سیرکا خیرسا دویدن و پریدن و ولسپیدای کنی یاد میتین. آدم چیه؟ فقط مناسبت خوب در کار. در مکتب ما همینقدر سال کار کردیم، اویلایی هستن که همه فرزنداشون شوقمندن خوندندن. با اویلی هستن که نمیخونن، شوقمند نیستن، پدر و مادر اهمیت نمیتیه و یادم. بعد همین درجه میشه که این همین صرف یک وقتی که معلم ها میگیرن یا معلم ها میگیرن، همون فامیلی ها رو نگاه میکنن، ای کدام اویل، کیه، همون رو پیشتر و بس قزیق گرفته میمونه که یا اکاش میخوان، اپاش میخوان، یا البته میخوانه گفته. و هم خیلی میشه. باید شوق مادرزادی باشه و هم پدر و مادر اهمیت بده. اگر هم خیلی عائله باشه همش کادرای بهترین میشه. اولی که شوق خواندن متمتیک نداره با دیگه شوق داره. ما یه طلبه داشتم شاگرد، استاد میگم من همین متمتیک رو نمیفهمم، چه خیلی میشه. و میگفتم همین عادی هاشو میفهمی، کرات میفهمی، هم میشه. حالی در تئاتر موسیقی من این شهر قرآن تپه راهبر موسیقی همون خواننده های و رفت اینستیتوت صنعت تمام کرد. موسیقی را همون بسیار نوازنده های راهبر انسامبل نوازنده ها. همین کجایی دبینیم اگر رحمت استاد که هم یه سه موندی همین خیلی گذاشتم آمد. همین خیلی آدم هم هستن، همین استعدادهای چی هستن، شوقمند بچه ها هستن، دختر ها هستن. این همین مثال دو بچه های همین متمتیک درس میدادم، اینها چی در آمدن؟ این مدینسوتی دنگره در آمدن، به همین قوه قشم بلگ رسیده گذاشت. بسیار وقت این معلم هم وابسته نیست، همین معلم سوادناکی خوبه کم تره، ای بچه وابسته، ای طلباتی همون بچه وابسته. اینترنت، تلفن، همه چیها معلم بچه را بیرون میبرن. این درس نمیشونه فکرش در همون کینای، در اینترنت، در چه شوق خواندن نیست. پدر و مادرم شوق را نمیپرسن که تو چی خواندی، چی را فهمیدی. انا می فرقیت داره. او پیشتر بچه ها اگر نمیفهمده، این ما مخصوصا نمیفهمیدیم، با پیش استاد میرفته. خانه استاد میرفته که معلم همین سپارش دادی و من نتونستم یا که نفهمیده ایستادم. با همون معلم زیغ نشده میفهمم، میگم یه خیل کن. بعد همون شوق در دل پیدا میشه. خودآموزی که سر شد بند میشه. یه ساعتی درسی که هیچ کار نمیشه. در حقیقت استاد فقیرف عبدالله 50 سال عمرش بهر تعلیم و تربیت فرزندان خوانندگان صرف نموده است. فرزند خلق صرف نموده است و ما اهل کلکتیو آموزگاران مؤسسه تعلیمی رقم 29 خراسان افتخار میکنیم چنین یک استاد داریم، چنین یک استاد مهربان که در بر ما بود و هست و شکرانه از آن میکنیم که امروز ما شاگردان او در همین مؤسسه کار و فعالیت نموده ایستادیم و هر وقت پیوسته رفته از استاد مصلحت ها میپرسیم و فعالیت خود دوام داده ایستادیم. ایمان یک چند تا آموزگار هست. چند برادرم، یک برادرم این یونیورسیته درس میداد، خدا رحمتی جمال الدین. یک برادرم کمال الدین پتویی 9 در اونجا معلم کار میکرد. با این فرزندان کار میکنن، بچه ها کار میکنن، دختر ها کار میکنن.
این کسب بد نیست، کسب خوبه، چون که انسان تربیه میکنی. اگر یک همه بین 20 نفر باشه 5 تا هوای تربیه کنی روی راست ببری به غیر دانش آموختن، این یک ثوابه. من فخر میکنم همین کوچه میگذارم، معلم گفته دویده میگن سلام میکن. کار معلمی فقط به بخشش هست. اگر گفته که بگویی که وای مرا رنج جاند یا که گفت مگویش نکرد، این همه یا عمر همون گفته اگر تو خفه هست. با همه یه روز گفته که جنگ میکنی، میگه که تو نادرست کردی، ایت نکردی، خفه می با پگاه میگه بچه‌م کنه ایوان دفتر تو نشون ته میبینی در میگه که این امر بهتر و همون زمان اسلام میشه کینه ایدیریش برونده میره. من افتخار از آن می نمایم که در عائله آموزگار به دنیا آمده به وایه رسیده ایستادم. با دستگیری ها و حمایت های بابا جانم است که امروز در تمام آزمون های سطح جمهوری و ولایتی اشتراک نموده سزاوار جای های نمایان می گردم. بابایم برایم نه تنها بابا بلکه آموزگار و بهترین نصیحتگر می باشند. همه آموزگار قبیح گپ زدنش تماما ممکن نیست و قبیح رفتار کردن در میدان ممکن نیست. همه باید که از دیگرها فرق کنید. پدرم میگه که تو آموزگاری هیچی نباشه، یک گازت بگید از دست گرفته رفته می دست خالی مثلا مکتب نره. باید که سمکه، کتاب، همه اساهای درسید باشه. در مکتب باید اشیاء یاردن میکردی که یارستان اشیاء باید همه عیونی باید باشه. همین گپا رو باید اجرا کردیم همین کارا رو. آموزگار در گفتم که شاگردا به هم میتین. اگر همین بیرون داد شاگردا به حرمت سلام چی کردن میدونی که تو آموزگاری کردی. همین وقتا مکتبای نو میکشاین حواس میکنم که جوان باشم اینا درس بده. راسته مکتب به درجه ساختن. این همین مکتب هم نگاه کنید چخیر از سال 76 ساختن تا حاضر این مکتب ها ممکن 100 ساله ها میره، چون که همون ها کوشش کردن به صفت بسازن. حاضر مکتب ها رو میبینی همه خیلی که یگان جد خواب نمیشه. خب باید که در همه خیلی مکتب ها بچه ها با شوقتر بخونن. اسباب عیونی هست، کامپیوتر هست، چیزی که ندانستی اگر شرم هم نداری کامپیوتر میداره همون چیز نازکی رو میابی. کتاب میابی، دستور میابی، همه چیزی که باشد میابی. برای همین خواندن در کار، برای همین جوانان. معلمای جوانی که میان باید شرم ندارن. معلم کلانسال همین مکتب دارد، این همین مکتب چندین معلم کلانسال هستن کار میکنن. نه معلمه را دیدیم. با معلمای کلانسال هستن، اینها تجربه بایی پداگوژی دارن. های آمدن هیچ گپ نداره بگوید که معلم من همیشه نفهمیدم، هیچ گپ نداره و ده هیچ که خبرم نمیکشه. برعکس و متصدیه که تو رو تربیه کنه دیگه فناد اذیت میکنی بزوری. این فرمول رو استفاده میبری معینت جنبش میکنه، حرکت معینه سر فهمی شد زیاد شدن میگره روز به روز. همین یک چیز نوعی که یاد گرفتی با کوشش میکنی دیگه چی یاد بگیری با کوشش میکنی. شر نیست که وای متماتیک شود، لیکن سواد همین متماتیک برای هر یک انسان در کار است. واقعا تاج سر جمله هنرهاست علم و مقام فاضل و دانشمند و آموزگار و عموما اشخاصی به دانش راه یافته و پیراسته بالاست از دیروز تا به امروز. خوش به حال سابقه دار مهنت آموزگار پرتجربه عبدالله فقیر از دهه قزل قلعه ناحیه خراسان وطن و مانند به ایشان نفران که بار تربیت و بار تعلیم همین گنج را، خزینه دانش را در همین مرحله عمر نیز به دوش دارند و در دید و وادیدها باز هم در روا می‌نمایند. در دبستان بهر وارد شدن به باغ علم و دانش و خرد انسانی برای فرزند خلق تمنا می‌نماییم به ایشان برکت عمر و برکت جسم و جان را و باشد که پاداش زحمت انسان‌های شریف بار آورد و دانش
پیرایه آراسته و زیبنده فرزند ما بگردد، او را صاحب معرفت بینماید یا نه بیننده ما.